سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، وقتتان بخیر. خدا کنه جور و صحتمند باشین. این روز اول ماه رمضان، شنبه، خیلی یک آب و هوای خوب، عالی، گرم اما یک کمی باد. خواستیم از اینجا یک ویدیوی یادگاری بگیریم که شاید هم آخرین ویدیوی ما باشه از این منطقه. تنها از این منطقه، از همین نمایش میگم. اینجا گمرک سالفچگان ایران، منطقه ویژه اقتصادیه. ببینم از دوستان ما، از هموطنان ما در این گمرک هستن کسی؟ اگه کسانی بود میتونن کامنت بذارن تا آشنا شویم با هم دیگه. کوه را میبینید چقدر قشنگ برف داره. خب همین دو ویدیو رو ترتیب با شما بگیرم که شما هم از اینجا لذت. این کارخونه هم که داره میسازن، داره بتون ریزی داره، سقفشو مال چینیایی هست، مردم چین. از اون سالونایی که داره درست کرده تا این انتهای این کارخونه مال چینایی است که دارن میسازن، مشغول به کارن همه. زندگی همین است، یکی میسازه، یکی میفروشه، یکی میخره. واقعا خوش به حالشن. اما ما افغان ها همش کاریگری. خدا اون روز بیاره که هیچ افغانی در این کشورهای غربت نباشن، وطن آباد شوند، که همه برگردن در سرزمینی خود، همونجا یک لقمه نون حلالی را در بیارن، زندگی خوب را آغاز نمایند. مسافرت سخت است واقعا، هر چقدر خوبیای خودش هم داشته باشد مسافرت کشورها چیست دور همسایه اروپایی، هر آن خوبی ها و پیشرفتی هایی هم داشته باشه و بازم هیچ جای دنیا و وطن نمیشه. واقعا سخت است. درود، احترام. خواستم خودم هم با تصویر بیام. سخت است، میگذاریم، از هر نگاش میگذاریم. چه خبر؟ شما کجایید؟ شما هم میتونید کامنت بذارین در کدوم سرزمین زندگی میکنین، کجا هستین. شما از جانم اگر از همین گمرک با ما آشنا شدین میتوانین کامنت بذارین، همدیگر رو از نزدیک ببینیم. قربانتان، وقتتان خوش. تا ویدیوهای بعدی شما را به خدای یکتا میسپارم. خدا نگهدار.